تماشاوانی عزیز وقت بخیر. خبری امروز لا استودیو تیش بگرد هاوکاریلم پیشکشتان که دستپیک سرخط خبرگان. یکتی نوستریل کردستان سوریه و تندی دست و سرکردن ماموستای زوان کردی زارا محمدی و دست رژیم ایران محکوم کردن. یکتی نوستریل کردستان سوریه و تندی دست و سرکردن ماموستای زوان کردی زارا محمدی و دست رژیم ایران محکوم کردنه و لبشک لبیانیه داوال رخراوگان حقوق بشری ناونتوی و ناوچهی کرد که زوان کردی و رسمی بکرید و هر اجرا رژیم ایران کوتاهی و توانایی لبید. یکتیا نویسکاران کردستان سوریه به تندی بنچاوکرن و زندانی کردن ماموستای زمانی کردی زارا محمدی به دست رژیم ایرانی یا کردکش و داگیر کرد رسوا و شرمزار دکه و داخازا به داوی کردن توان رژیم ایرانی ین درج همو یاساین مروی لدجیگلی کرد که و جبو به فرمی کردن زمانی کردی به همو زاراوه و شوزارین و بانگ لرخستن و سازین ماف مروی این نو دولتی و حریمی دکه. یکتیا نویسکاران کردستان سوریه هر دم پشگیری همو حولدان پاراستنا ناسنامه و چاندان نتوی یا گلی کرد لهر ناوچه که کردستانی دکه و هر وسا پشگیری کمپین زمانی کردی لروش حالات کردستانی دکه که مافک خوازایی یه گلی میا. لورا جبو پرورده کرن و فیر کرن زاروکین ما به زمان خواهی دایی که دستخوشی لزارا محمدی و همو ماموستاین زمانی کردی دکه. آزادی بو زارا محمدی، بجی کرد، بجی کردستان، هر بجی زمان کردی، یکیتیا نویسکاران کردستان سوریه قامشلو. حلمتیک فراوان لباکور کردستان ارا خوانین و زوان کردی و ریو.